دوستان عزیز، امروز میخوایم بریم مقایسه اکانت لیدربورد مولتی با بتل رو بریم ببینیم که کدوم اولا مثلا که لیدربورد بتل شروع میکنیم. 26 بار اکانتش رفته لیدربورد، بودن لیدربورد داره، سلیقه لیدربورد داره، تماس رو باز کرده. بعد که بریم یارتا 28 تا میتیک لول مکس داره و همراه 272 تا لژند، 4 تا اسکین میتیک فلاگ گرید و 21 از 27 اسکین لژند داره. اکانت بعدی نفر یک لیدربورد مولتی. نفر یک لیدربورد مولتی رو نمیخوام برم ببینیم. خب بریم نشان لیدربورد مولتی ببینیم. خب ایشون 18 بار رنکشون برده به 20,000 رسونده و یعنی 18 بار مولتیشو برده لیدر. تا حالا بتلشون لژند نکرده. یوزسلند لیدربورد داره که 6 دایمند رو گذاشته اینجا. بعد که بریم اینجا 5 تا میتیک داره که یکیش فریه هیچ، ولی بقیهش کیلو، کی 6، بی پی 50، رم 7 داره، یعنی هیچ کدومشون لول مکس نیست و فقط 14 تا لژند داره که تو اولین نفر یک لیدربورد چیز خیلی بیشتره. اکانت نفر یک لیدربورد بتل خیلی چیز خفن تری داره. بریم سراغ دومی های لیدربورد با همین مولتی شروع میکنیم. بریم سراغ دومین نفر لیدربورد مولتی. نفر لیدربورد مولتی اونی دیارش دایموند داره 29 بار هرکش رو برده 20,000. اینجا نقشه میبینیم. گل لیدربورد نداره ولی 21 لژند میتیک داره که 7 تاش لول مکس، 36 تا هم لژند داره، 444 تا هم اپیک که اکانتش بد نیست. در وقت نخوری اسکین میتیک لژند نداره ولی اینجا داره. بخش 5 اسکین لژند داره یه داکتیپر لول مکس اما فانتوم داره و FTL و این گوست سیزن 7، یعنی اکانتش قدیمیه. فانتوم اگه اشتباهت نگفته باشم واسه سیزن 3 بازیه که خیلی اسکین قدیمیه و گوست سیزن 7 هم که دیگه داره دیگه خودتون دارید میبینید. بعد اینجا گوست جابور هم داره که بکنم اون 12 که اومده زده، یعنی الان که تازه برگشتش اومده نداره. بریم سراغ بتل. نفر دوم بتل استریم مود سوم میشم. استریم مود مجبور میشیم بریم سراغ نفر چهارم لیدربورد بتل. خب این 23 تا میتیک داره، 3 تاش لول مکس، 32 تا لژند، 8 تا لول مکس داره. مرسی که تا آخر ویدیو با ما بودین. دمتون گرم. فعلا خداحافظ. ویدیو بعدی.